لایسا نشنیده گرفت. رو به تیریون و خیلی آمرانه گفت: حرف بزن. از کجا شروع کنم؟ اعتراف میکنم که من یک کتوله شرورم. خانم ها و آقایان، خطاها و گناهانم بیشمارند. با بدکارها هم بودم، نه یک بار بلکه صدها بار. آرزوی مرگ جناب پدرم را کردم و مرگ خواهرم ملکه والا مقاممان. با خدمتکاران و زیردستان رفتار بدی داشتم، قمار کردم، حتی تقلب کردم. اعتراف میکنم که پشت سر نجبا و اشراف حرفای زشت و بیرحمانه‌ای زدم. وقتی ساکت! به نظرت داری چه میکنی کوتوله؟ خب دارم به گناهانم اعتراف میکنم بانو. این تمسخر و اهانت را تحمل نمی کنم. مزه پرانیت را کردی تخم جن، لذتش را هم بردی. سروردیس برش گردان به سیاه چال، اما این بار یک سلول کوچکتر با شیب تندتر پیدا کن. عدالت ویل این است؟ چنان فریاد کشید که سروردیس خشکش زد. آیا این طرف دروازه خونین شرافت مرده است؟ مرا متهم به جرمی میکنید که تکذیب میکنم، بعد مرا به زندان میاندازید تا از سرما و گرسنگی بمیرم؟ عدالت پادشاه کجاست؟ مگر ایری جزو 7 اقلیم نیست؟ میگویید من متهمم، قبول. پس درخواست محاکمه دارم. بگذارید حرفم را بزنم و بگذارید در برابر خدایان و انسانها حقیقت و دروغ حرفهایم قضاوت شود.